الهام و امیر تو دانشگاه با هم آشنا شدن. امیر خوش‌تیپ پرحرف بود. الهام ساده دل و مهربان. خیلی زود الهام عاشق امیر شد. هرچی امیر میگفت بدون چون و چرا انجام میداد. فکر میکرد عشق یعنی همین. یه روز امیر به بهونه تولدش الهام رو دعوت کرد خونش. گفت یه تولد کوچیکه، فقط خودمونیم. وقتی الهام رسید دم در چند تا پسر غریبه رو دید. با تعجب پرسید امیر اینا کیان؟ امیر لبخند زد. گفت دوستامن، اومدن جشنمو بگیرن، بیا داخل. الهام مردد بود ولی دلشو به عشقش سپرد. وارد خونه شد. همین که وارد شد صدای قفل در رو شنید. برگشت دید امیر در رو قفل کرده. پسرها ساکت با نگاه‌های سنگین زل زده بودن بهش. ترس تمام وجودشو فرا گرفته بود. امیر آروم بازوشو گرفت و گفت بیا یه لحظه بیای اون اتاق. الهام بیخبر از همه چی رفت تو اتاق. چند دقیقه گذشت. امیر در رو بست و برگشت پیش دوستاش. یه نگاهی به یکی از دوستاش کرد و گفت نوبت توئه. پسر لبخند شیطانی زد و وارد اتاق شد. لحظاتی بعد صدای جیغ و فریاد الهام بلند شد. امیر چرا این کارو با من میکنی؟ من عاشقتم، بهت اعتماد کردم، دوستت دارم. امیر فقط از دور خندید و گفت اشتباه کردی دختر ساده. کم کم یکی دیگه از پسرها زنگ زد به 2 نفر دیگه. اونا رو هم دعوت کرد و گفت بیاین اینجا. دختر آوردیم، یه شب خاصه. خونه پر شد از صدای موسیقی، رقص، خنده‌های بلند. هر کدوم از پسرها یکی یکی وارد اتاق می‌شدن. ولی هر بار که در باز می‌شد الهام ضعیف‌تر و شکسته‌تر. دیگه نای حرف زدن هم نداشت. تا اینکه نوبت با آخرین پسر رسید، همونی که تازه اومده بود. وارد اتاق شد، اما این بار خبری نشد. زمان گذشت. امین چند بار صداش کرد. هی چرا نمیای بیرون؟ جوابی نبود. دلش شور افتاد. با چند تا از دوستاش رفت سمت در آروم هل داد و همون لحظه خشکشون زد. یه صحنه دیدن که حتی نمیتونستن نفس بکشن. الهام غرق در خون روی زمین افتاده بود. پسر، همونی که آخرین نفر رفت داخل اتاق، کنارش بی جان روی زمین غرق در خون. با خون روی دیوار یه جمله نوشته شده بود. نامردا، خواهرم بود. هیچ وقت با دل دختر ساده بازی نکن. اونی که بهت اعتماد کرده کل دنیات بود.